الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، العلم بالله أول أركان الإيمان. علم آموختن در خصوص الله تعالی اولین ارکان ایمان است، بل هو اصلها و ما بعدها تبع لها. بلکه آموختن علم در خصوص الله تعالی اصل ایمان است و آن رکنهایی که بعد ایمان به الله می آید آنها تابع رکن ایمان به الله است. و کمال سعادت العبد فی معرفت الله و الایمان به، و کمال خوشبختی بنده در معرفت الله تعالی هست و در ایمان آوردن به الله تعالی هست. یعنی بدون شناختن الله تعالی انسان سعادتمند حقیقی نمی شود. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در مجموع فتاوا گفتند: الایمان بالله و رسوله هو جماع السعادة و اصلها. ایمان آوردن به الله تعالی و به رسولش جمیع خوشبختی و اصل خوشبختی است. تمام خوشبختی در ایمان آوردن به الله تعالی و رسولش است. و ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب الجواب الکافی گفتند: اطیب ما فی الدنیا معرفته سبحانه و محبته. پاکترین خوشلذتترین چیز در این دنیا معرفت الله سبحانه و تعالی و محبت الله تعالی هست. یعنی شناختن او و دوست داشتن الله تعالی از همه بالذتترین چیز در این دنیا هست. و معرفت بنده پروردگارش را این اصل اول است که به تمام انسانیت معرفت پروردگار واجب است. بنابراین الله تعالی برای شناختن خود مردم را امر کرده است. در سوره محمد الله سبحانه و تعالی می فرماید: فاعلم انه لا اله الا الله. علم بگیر، فاعلم بدان که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر خدای حقیقی نیست، او الله یگانه است. علم بگیر، دانش آموز. امر از جانب الله تعالی به دانش آموختن در خصوص الله تعالی. علم چیست؟ حافظ ابن حجر رحمت الله علیه تعریف علم را نقل کردند که در فتح الباری: العلم اعتقاد الشیء علی ما هو علیه. علم اعتقاد کردن یک چیز خیلی که در واقع هست. مثال: قلم را به شخص نشان میدیم و میپرسیم که این چیست. اگر جواب دهد که این قلم است، این علم است، برای آنکه در واقع این قلم است. اگر جواب دهد که من نمیدانم، این جهل است، یعنی نادانی. جهل خلاف علم است، یعنی مقابل. لیکن اگر جواب دهد که این کتاب است، حالا که این قلم است، این را جهل مرکب میگویند. جهلی که از دو جهل ترکیب یافته است. یکم نمیداند، دوم نمیداند که نمیداند. شیخ سعدی رحمت الله علیه در کتاب تیسیر الکریم الرحمن در تفسیر این آیت گفتند که و این علمی که الله تعالی امر کرده است با آموختن این علم توحید است. علم یگانه شماریدن الله است که او فرض عین علی کل انسان. این فرض عین است برای هر یک انسان. لا یسقط عن احد. از یگان کس ساقط نمی شود. کائنا من کان، کسی نباشد. بل کل مضطر الى ذلك. بلکه تمام انسانیت مجبور است این علم را آموزد و فرض است، دیگر علاج ندارد. و الطریق الى العلم بانه لا اله الا هو. راهی علم آموزی، دانش آموختن در خصوص اینکه نیست معبودی بر حق غیر الله تعالی چند راه است که انشاءالله در درس های آینده بیان میکنیم. در صحیح بخاری و مسلم از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما
روایت است که حضرت گفتند وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ را به سوی یمن فرستانیدند همچون امیر و حاکم گفتند برای او انک تقدم علی قوم من اهل الكتاب، تو به سوی یک قوم رفته ایستاده که آنها اهل کتاب هستند. اهل کتاب اصلا یهود و نصارا هست که برای آنها الله تعالی کتاب نازل کرده است. به حضرت موسی تورات، به حضرت عیسی انجیل که اینها پیغمبران یهود و نصارا هستند. تو به نزد یک قوم می روی که آنها اهل کتاب هستند. لیکن منظور در اینجا حافظ رحمت الله علیه میگه که هم الیهود، آنها یهود هستند. چون در زمانی که حضرت معاذ به سوی یمن رفتند آن هنگام در یمن یهودا زندگی میکردند، اما نصارا در منطقه نجران بودند. تو گفتم به نزد یک قوم میروی که آنها قوم اهل کتاب هستند. فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحدوا الله تعالی، پس اولین چیزی که تو آنها را دعوت میکنی این توحید الله تعالی باشد، این که آنها الله تعالی را یگانه شمارند، یگانه اعتقاد کنند، یگانه دانند. و فی روایت، در روایت بخاری باز آمده است که انک تأتی قوما اهل کتاب، تو میروی به نزد قوم از اهل کتاب. فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله، پس اولین چیزی که تو آنها را دعوت میکنی به این باشد که شهادت دهند، گواهی دهند که نیست معبودی بر حق جز الله تعالی، و شهادت دهند که من پیغمبر خدا هستم، فرستاده خدا هستم، یعنی کلمه شهادت را بگویند. فاذا عرفوا ذلك، وقتی که این را دانستند که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست و حضرت محمد علیه السلام پیغمبر خدا هست، این وقتی که قبول کردند دانستند، فاخبرهم ان الله قد افترض علیهم، پس خبر ده برای آنها که الله تعالی برای آنها 5 وقت نماز را فرض گردانیده است. فی یومهم و لیلتهم، در یک شبانه روز الله تعالی برای آنها 5 وقت نماز را فرض گردانیده است. فاذا صلوا، اگر نماز هم خوانند، قبول کنند و نماز هم خوانند، فاخبرهم ان الله افترض علیهم زکاة فی اموالهم، خبر ده برای آنها که الله تعالی در مالهای آنها زکات را فرض گردانیده است. چخیلی که در بدنهایشان نماز را فرض گردانید، در مالهایشان زکات را فرض گردانید. تؤخذ من غنیهم فترد علی فقیرهم، از بایهای آنها گرفته می شود و به کمبغلهای آنها برگردانیده می شود. متفق علیه. خلاصه این حدیث دلالت میکند که اولین چیزی که به شخص غیر مسلمان ولی از دین اسلام هیچ چیز خبر ندارد، اولین چیزی که برای آنها آموزانیده می شود این که غیر الله تعالی دیگه معبودی بر حق نیست، به یگانگی الله تعالی آنها را دعوت کرده می شود. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.